تا مریم را درد زه یعنی زایمان پیدا نشد، قصد آن درخت بخت نکرد و او را آن درد به درخت آورد و درخت خشک میوه دار شد. اشاره داره به همون که حضرت مریم وقتی اون درد زایمان بهش میرسه، اون فرا میگیره درد با تمام وجود، اون قصد میکنه که بره به زیر درخت و از اون درخت هم میوهی بهش میرسه و خرما رو میخوره. میگه تو هم اگر میخوای در درونت اون تولد رو داشته باشی مثل مریم که عیسی ازش زاده شد، این تولد همین عیسی منظور رسیدن به مقصوده. میگه تن همچون تو هم باید تلاش کنی. همراهان عزیز و گرامی سلام، امیدوارم که خوب و خوش باشید و آماده شنیدن یکی دیگر از گفتارهای مولانا که راهگشای زندگی ما آدمیان هست. یک متنی انتخاب شده از فیه مافی در مورد درد و طلب، اینکه چقدر خواست انسان و تشنگی او برای رسیدن به آب و سیراب شدن اون نقش داره، اینکه چقدر تلاش و کوشش میتونه انسان رو به اون هدف و مقصود برسونه. درد رو در این گفتار مولانا زاینده میدونه، یعنی میگه اگر تو درد و طلب فراوانی داشتی حتما به آرزوی خودت که هر چیز میتونه باشه در زندگی خواهی رسید، چه هنر باشه، چه علم باشه، چه هر چیزی که فکرشو کنی. میگه درد است که آدمی را رهبر است، یعنی درد راهنمای آدمیه در هر کاری که هست، تا او را درد آن کار و هوس و عشق آن کار در درون نخیزد، او قصد آن کار نکند و آن کار بی درد او را میسر نشود، خواه دنیا خواه آخرت. حالا میشماره، میگه هر چی، اصلا استثناء نیست، هر چیزی تا جدیت براش به خرج داده نشه، جدیت براش صورت نگرفته باشه، رسیدن بهش ممکن نیست. خواه امور دنیایی باشند، حالا خواه رسیدن به اون چیزهایی که در آخرت هست، خواه دنیا خواه آخرت، خواه بازرگانی خواه پادشاهی، خواه علم خواه نجوم. تا مریم را درد زه یعنی زایمان پیدا نشد، قصد آن درخت بخت نکرد و او را آن درد به درخت آورد و درخت خشک میوه دار شد. اشاره داره به همون که حضرت مریم وقتی اون درد زایمان بهش میرسه، اون فرا میگیره درد با تمام وجود، اون قصد میکنه که بره به زیر درخت و از اون درخت هم میوهی بهش میرسه و خرما رو میخوره. میگه تو هم اگر میخوای در درونت اون تولد رو داشته باشی مثل مریم که عیسی ازش زاده شد، این تولد همین عیسی منظور رسیدن به مقصوده. میگه تن همچون تو هم باید تلاش کنی. تن همچون مریم است و هر یکی عیسی داریم، اگر ما را درد پیدا شود عیسی ما بزاید و اگر درد نباشد عیسی هم از آن راه نهانی که آمد باز به اصل خود پیوندد، الا ما محروم مانیم و از او بی بهره. خب یک متن کوتاه هست اما سراسر معنی، خیلی درش میشه معانی رو جستجو کرد، این که در مورد طلب، در مورد تشنگی، در مورد تلاش و کوشش، در مورد خواستی که در وجودمون داریم. ببینید میگه که گر در طلب گوهر کانی کانی، گر در هوس لقمه نانی نانی، این نکته و رمز اگر بدانی دانی، هر چیز که در جستن آنی. انسان رو چی تعریف میکنه؟ من و شما رو چی تعریف میکنه؟ آنچه که به دنبالش هستیم. گاهی میشه مثلا به آدمایی برمیخوریم که مینالن از این که یک کسی سر راه زندگیشون قرار گرفته که آزارشون داده، که خنجر از پشت بهشون زده، اون رو در نامردی ها و نامرادی ها در دوستی بهشون داشته، حالا نامردی کرده در دوستی باشون. میگه اون بهش میگه که خب باید ببینی تو خودت در جستجوی چی بودی. حالا بله اندک زمانی هم هست که انسانهایی خیلی خیلی خوبن و به هیچ کس آزار نرسوندن اما آزار میبینن، اما میبینی اون موقتیه، اون
کسی که روبروشون قرار گرفته خیلی طولانی به پیششون اقامت نداره، میذاره و میره. اما وقتی اصرار در موندن بعضی آدم‌ها در زندگی داشتیم و اون آدم‌ها از نظر تو خوب نبودند، بدون که همجنس رو جذب میکنه. اینجا مولانا میگه خواست تو هر چی بوده همونه، و این طلب و این خواست و این سوز و گداز ما برای رسیدن به مقصود شرطه. که یه جایی مثلا در مثنوی داره میگه داد مر فرعون را 100 ملک و مال، تا بکرد او دعوی عز و جلال، در همه عمرش ندید او درد سر، تا ننالد سوی حق آن بدگهر، داد او را جمله ملک این جهان، حق ندادش رنج و درد و اندهان. میگه به فرعون نداد این چیزها رو، یعنی خیلی از نظر امکانات یه چیزهایی رو بهش داده بودن تو دنیا، اما درد و اون سوز رو نداده بودن. که بعد در ادامه میگه خواندن بی درد از افسردگی است، خواندن با درد از دلبردگی است. این که یک چیزی رو تو با تمام وجودت بری، از عمق جانت بری، این درد میتونه حرکت تو رو ارزشمند کنه. و این طلب و این خواست حتی میبینیم در آثار کسانی دیگه مثل عطارم اومده که در اون 7 وادی که معرفی میکنه، وادی اول طلب، اینقدر که برای این که مثلا چون وادی های بعدی عشق هستند و معرفت و استغنا و توحید و حیرت و فنا، اولیش طلبه. یعنی تو تا برای رسیدن به چیزی تشنه نباشی، تا دردمند نباشی و سوز و گداز از تمام وجودت نداشته باشی، اون چشمه برای تو نمی جوشه. یکی از راه‌های این که یک سالک به آب میرسه تشنگی اونه. اگه سیراب باشه آبی هم سر راهش قرار نمیگیره که بتونه اون رو رفع تشنگی اون کنه. یعنی ما یه جایی میبینی زمین رو میکنیم به آب میرسیم با کوششمون، یه جا با طلب و خواستمون همین که تشنه باشیم آب سر راه ما قرار میگیره و جان و دل ما رو سیراب میکنه. پس اینجا اگر میخوایم عیسی از وجود ما زاده بشه، باید حتما اون درد رو داشته باشیم. یک زن وقتی میخواد بچهش به دنیا بیاد، اون لحظه زایمان درد به سراغش بیاد که باعث میشه بچه به دنیا بیاد. اگر غیر اون باشه، همه عیسی ها، همه اون تولدها میرن به راهی که از راهی که اومده بودن برمیگردن سر جای خودشون و میبینن ما واقعا طالب نبودیم تا بخوایم به اونها برسیم. این طلبکاری مبارک جنبشی است، این طلب در راه حق مانع کشی است. در طلب زن دائما تو هر دو دست، که طلب در راه نیکو رهبر است. البته باید این توضیح ها را هم اضافه کرد که وقتی میگیم درد، منظورمون این نیست که حالا بیماری باشه، منظور این که یکی یه درد مثلا بد به سراغش بیاد و اون خیلی اذیت باشه و جسمش به تحلیل بره. دردی که اینجا مولانا ازش یاد میکنه درد رسیدن، تلاش و کوشش از درون، خواست قلبی برای رسیدن به یک چیزیه. امیدوارم که مورد توجه قرار گرفته باشه. آرزوی دلی خوش برای همه شما. تا درودی دیگر بدرود.